آجره من مهندس عمران، ما معمولا با اینا خانه میسازه. باور بکن نگاه اونجا هم که اشکان شادکامی فیلیک زده رو کفش حسن امیری و میگه این چه کفشیه داری تو، مثل آجر میمونه. جانم علی استوری خب نمیدونم میدونید یا نه، کاشانی هست و یه لهجه خیلی شیرین و بامزه‌ای داره. بعد هم کی میشم مانی، اما اسماس من دارم میبینم، مانی هم کلن عداشو در میاره و یه تیکه انداختن کلا فانی میشه. یعنی علی استوری مانی وقتی با هم اینجوری یک تموم شد، فارسیم دوباره تموم شد از ویدیوی قبلی، یکی به دو که میکنن کلا تیکه های خیلی جالب و فانی از آب در میاد. این پوزیشن رو بگید، پوزیشن کیه؟ مصایون علی. الان علی استوری دستشو اینجوری گرفته با چوب میگه این کیه به نظرتون؟ علی استوری. حضرت موسی بعد از باز کردن دریا. آها میگه حضرت موسی بعد باز کردن دریا که با چوبش اینجوری عصاش میزنه و دریا باز میشه. سفیده، رنگ پوستش سفیده، همه رنگ جدیده. نمیخوام وارد جزئیات بشیم، نمیخوام. خب اینجا دارن در مورد بنیامین صحبت میکنن، همونطور که یه بنیامین رو میشناسید، بوره و مثل خود من هم سفیده هم بوره، چشش هم که رنگیه. دارن در مورد بنیامین صحبت میکنن. وارد جزئیات بشیم. اگه اینقدر ویدیو ما همونه میشه. چشماش رنگیه. دیدش؟ اشکان شادکامی میگه اینقدر سفیده منم بیام بشینم پیش بنیامین. چشماشو بدون لنز. میدونید چه رنگیه چشماش؟ چشماش نولنز آبیه. نولنز. نولنز چیه؟ یعنی بدون لنز. داداش نولان. میگه نولنز، منظورش اینه که بدون لنز آبیه. بعد میپرسن که اسم ایشون یادم رفت، میپرسن که نولنز چیه؟ بعد حسن امیری میگه که داداش نولان، نولنز و نولان. ما یه روز رفتیم سرش رو اپیلاسیون کنیم، نامردا این سر رو اپیلاسیون کردن. خب اینجا قبل از اینکه برداشت بعدی بکنید داره در مورد موهای احسان میگه محمد افشار، اون دست چپیش که کلا رو سرشونه، چون یکم موهاشون کم پشته، داره در مورد موهای اون بنده خدا میگه. حالا بریم ادامه‌شو ببینیم. میگه رفتیم سرش رو اپیلاسیون کنیم. تیکه پخش می‌کنید. میدونی شبیه چیه جدا؟ احمق مگه سرش مو داره راست میگه. نه خواهی بیا ببین. اینا رو من خیلی نمیتونم باز کنم. اگه متوجه میشید تو کامنتا بنویسید که متوجه شدید. اگه متوجه نشدیدم باز بنویسید متوجه نشدم که من تو کامنتا بهتون توضیح بدم، چون اینجا واقعا نمیشه. بچه میدونی احسان میرزاد سر شبیه چیه؟ دیدی آب نواز جایی میفته رو فرش همونو برمیداری؟ چرا دوباره من برداری؟ نه حالا این شکلی میشه. اگه برداری این شکلی میشه. منم بابام هم دیدید آب نباتو دارید میخورید میفته رو فرش برمیدارید پرز میچسبه. بعد بنیامین هم دقیقا میگه سر احسان مثل همون آب نباته است. این کارو کردی؟ نه. دیگه یه جوری بعضی وقتا منشوری صحبت میکنن، خودشونم دیگه ترجیح میدن سکوت کنن.